مشکلات تا زمانی در حیات ما میماند که ما در دل هراس داریم. همین که ترس و هراس را از افکار خود دور کردیم، میبینیم که این معما چی به آسانی حل شده نیست. با عرض سلام به شما بیننده های عزیز، نشر نوبتی برنامه رواندرمانی را از تلویزیون تاجیکستان پیشنهادتان می‌داریم. امروز به سوال‌های شما پاسخ می‌گویند روانشناس محمد الله دولتов. چون همیشگی طول هفته یک قطار بیننده های ما با عنوانی برنامه ما سوال‌های خود را ارسال نمودند که عین زمان من آنها را یک و یک می‌خوانم و به همه آنها روانشناس ما پاسخ می‌گویند. جمشید سعیدزاده 27 ساله از شهر وحدت می‌نویسند که دروغگویی بر من عادت شده است. می‌خواهم از این عادت نامطلوب رها شوم، اما نمی‌توانم. من چیکار کنم؟ ما درباره خصلت‌های خیلی مهم انسانی سخن می‌رانیم. اونگاه دو خصلت مکمل معنا پیش نظر آدم می‌آید. یکی راستگویی، دیگری دروغگویی. و انسان به حکم یک نوزاد همچون یک موجودیتی به همه چیز احتیاج بوده و به حکم یک تخته سفید به دنیا می آید. تازه، پاکیزه و آری از همه گونه خصلت ها. و حیات من بعد نقش و آثار خودش را در وجود همین کودک نوزاد می گذارد در شکل خصلت های گوناگون. یعنی معلوم می شود که دروغگویی و راستگویی و دیگر خصلت های حمیده انسان یا منفی انسان در روند حیات انسان شکل می گیرد. با آن عامل های گوناگون تأثیر می رسانند. پیش از همه محیط در تشکل خصلت های انسان که من بعد به فعل انسان تبدیل می یابد یعنی می گذارد. از همین نقطه نظر نزدیک شویم، تخمه دروغگویی در وجود این برادر عزیز ما از همون دوره خردسالی کاشته شده است که امروز به درجه این خصلت استوار گشته است، مستحکم نمو شده است که به فعلی او مبدل گشته است که دیگر در هر لحظه زمان بدون دروغگویی واقعا وی عمل کرده نمیتواند. در وجود او راستگویی این گونه خصلت شکل نگرفته است و اگر این خصلت در او شکل می گرفت او امکان نمیداد که این خصلت منفی در او شکل گیرد یعنی تشکل یابد. پس این محیط است و این محیط نقش خودش را گذاشته است. چی باید کرد؟ این فعل را که او در او شکل گرفته به همین دوره سن و سالی آمده است خیلی خیلی دشوار است ولی امکان پذیر است، زیرا به ما خرد داده شده است، عقل داده شده است. بگذار یک لحظه در میدان شعورش همین عمل دروغگویی را، همین واقعا خصلت دروغگویی را یک تحلیل بکند که به کجاها میبرد این عمل او، این کار او که در عمل هم دروغگویی، در گفتار هم دروغگویی و غیره صورت میگیرد. و وقتی که انسان در ترازوی عقل و خردش میگذارد و عاقبت‌های اساسی آن را پیش نظر میآورد، آنگاه این برای آدمی با خرد این تکان میبخشد که نشاید چنین کرد. فرزنددار هم نیز هستند به این سن و سال که رسیده باشند، پس بگویند که این خصلت او میتواند محیطی که او به وجود آورده ایستاده است در خانواده میتواند باز دیگر خیل دروغگویی ها را یا شخصیت های دروغگوی را تشکل دهد. پس تصور کنید که در این خانواده یک فضای دروغگویی حکمران است و این خیلی عاقبت دارد. یعنی اگر او چنین یک تحلیل ترکیب کند و به هراس هم می آید، به هراس هم به وهم می آید که واقعا این چگونه عاقبت دادنش ممکن است. معلوم می شود در برادر عزیز ما اراده قوی نیست، بنابراین در پیش خود یک برنامه وارد سازد و بگوید که امروز من کوشش می کنم که دست به دروغگویی نزنم. یعنی قدم اول را باید گذاشت و برای این اراده قوی ضرور است که یک بار خود را مجبور کند و در صورتی که کسی سوال به او میدهد او باید جواب بدهد و جواب دروغ را، پس او اگر مقصد گذاشته باشد که من ایمن شوم از همین واقعا دروغگویی، پس شعور میگوید که نکن این را.
یعنی یک بازداشت میدهد، ایست میگوید. و بعد قدم دوم سیوم انسان توسط عملهای یعنی تکرار به تکرار کرده و استوار گردیده اش میتواند از عمل نادرست، از کار نادرست، از گفتار نادرست خودش را کناره کند. کسی که دروغ میگوید و با گفتن این که همه مردم چنین میکنند برای خود عذر میتراشد، نفر است که با وجدان خود بر سر ستیز است. نفر می نویسند که من در قید بیماران گرفتاری ویروس نارسایی مسمومیت آدم هستم. نزدیکانم از این آگاه نیستند. روحاً عذاب میکشم. مادام که او گرفتار شده است، پس او با خبر است از عاقبت‌های اساسی این ویروس نارسایی مسمومیت آدم. توصیه پسیخولوژها در حالت داده شده یک است: با دلخواه بیماری که انسان به آن گرفتار شده است و در وجودش هست، با او زندگی کردن رو یاد گرفتن ضرور. با در نظر داشت خاراکتری همون بیماری داشته شده نقشه ها بکشد. با در نظر داشت همین بیماری آرزوها بکند، نقشه هایی که از این پیشتر کشیده بود اگر آن اجرا نشده باشند از پی اجرای آن شود. یعنی آدم باید داده شود، قبول کند. یک زینه خیلی مشکل آن است که بعضی آدمان قبول نمی کنند آن را. و مادام که قبول نمی کنند، پس عصبانیت های گوناگون او را فرا می گیرد و این می تواند بسیار هم عاقبت های ناگوار را در او به وجود آورند در حیاتش. برای همین انسان باید قبول کند، داند، آموزد این بیماری را که چگونه است و چه عاقبت دارد و با در نظر داشت دوامات این بیماری زندگی کردن یاد گیرد. ما روانشناسان با آدمانی که با سرطان که بیماری خیلی وزنین است سر و کار داریم. آنهایی بودن که میدانند که حیات ما 3 ماه و 4 ماه است، ولی در این دوامی 3-4 ماه زندگی کردن را یاد دادیم. پهلوی دیگری مسئله این است که نزدیکانشون آگاه نیستند. شاید آگاه میبودند، دستگیری میکردند، در پهلویشون میبودند. البته معلوم است که بیماری ذکر شده اصلا خصوصیت مخفی نگاه داشتن را دارد. اینها را قریب که مخفی نگاه میدارند و در بسیار حالتهایی که به واسطه اگر با خبر هم نباشند، تشبث را خود بیمار باید به دستش گیرد، او این کار را بکند تا آن لحظه ای که واقعا این سیر واقعا فاش میگردد و تا چه اندازه به این مسئله باید بگوید نگوید، در این قانون و قاعده های اساسی ساحه طب وجود دارد و ما دخالت کرده نمیتوانیم. آنان که همواره دلنگران ناتوانان هستند هیچگاه نمیتوانند ناتوانی را نجات بخشند. با اشک ریختن ما آنها توانان نمیشوند. باید توانان شد و آنگاه آستین همت بالا زد. فریدون خولوف از شهر قرغن‌تپه می نویسند که هر عملی را که اجرا می کنیم یا واقعه هایی که با ما رخ می دهند در بیشتر موارد کاری دستی تقدیر می دونیم. آیا واقعا هم این به سرنوشت وابسته است یا تنها یک خودتلقین است؟ انسان تقدیر ساز خودش است. همچون یک موجودیتی به همه چیز احتیاج بوده به دنیا می آییم. در تفاوت از نوزاد حیوان همانا به دنیا می آید و همانا به محیط مطابق می شود. خوراک جستجوی می کند، راه می گردد، قدم گذاری می کند، قامتش راست است. یعنی از روی یک برنامه ارثیوی واقعا داشتهش تیز به حیات گذرانی واقعا سر می کند. انسان چنین نیست. انسان توسط تعلیم و تربیه، توسط اجتماعی گردیش، توسط گرد و اطراف
پدر، مادر و دیگر نهادهای گوناگون جمعیتی انسان کامل می شود، فردی با شعور می شود. به کدام خاطر؟ تا که موقعش را در زندگی پیدا کند، صاحب آبرو شود، هم به خودش هم به جامعه خدمت کند. یعنی هم تقدیر خودش و هم تقدیر جامعه در دستی ماست، خود انسان ها. چطوری که ما میدونیم سال 2017 را سال جوانان اعلان کردن و گفتن که آینده دولت ما در دست جوانانند. پس جوانان با خیرت صاحب عقل را ما باید رسانیم، تشکل دهیم که آنها تقدیر خودشان را در همین دولت به واسطه معین میکنند. بنابراین در حالت داده شده تقدیر انسان در دستی خودش است و این را باید به حساب گیرد. اینقدر تلاش ها، اینقدر خواندن ها، اینقدر تعلیم و تربیت در ساختارهای گوناگون، در مؤسسه های گوناگون به کدام خاطر است؟ با آن خاطر است که این انسان تشکل یابد، انسان کامل شود و برای خودش چراغ هدایت شده ماند. فراموش نکن که اگر گذشته را به دوش بکشی کمرت خم می شود، ولی اگر آن را زیر پایت بگذاری قدمت بلند می گردد. دلارام 32 ساله از شهر خوجند می نویسند که چرا آدمان به دارایی همدیگر حسد می برند و از موفقیت دیگران بدشان می آید. با آن چیزی که او حسد می برد آن چیز را او ندارد. این از نارسایی همان چیز در وجود همون آدم حسدخور صورت می گیرد و او این را خیلی عذاب باطنی روحی می دهد و راه دیگری نمی یابد که بجز اظهار کردن و بیان کردن همین حسد در شکل‌های گوناگون و این میتواند به دشمنی هم ببرد، به نفرت هم ببرد. یعنی خصلت‌های نامطلوب دیگر را تولید میکناند و در مناسبت‌های بین شخصی تأثیر منفی